الحمید. انسان چطور اگر در نعمتهای الله متعال فقط فکر بکنی، دو قسم نعمت ها، در وجودت در بیرون، یک دفعه نظر بکن باز بعد از او برات معلوم میشه. بندگان واقعی و عقلمند الله متعال کدام است؟ قرآن خود بیان میکنه: این فی خلق السماوات، یقینا در پیدایش آسمان ها و الارض زمین، و اختلاف اللیل و النهار، در اختلاف شب و روز، لآیات دلایل و نشانه های قدرت الله، توحید الله، یکتا پرستی الله، لأولی الالباب، برای کسانی هستند که صاحبان عقل است، عقل خالص که داره برای از اون نشانه های توحید الله بالکل مشاهده میشه. هر چیز که میبینی کل شاهدی میده که الله چیست؟ واحد است. هر چیز که میبینی این دلیل بالای عزیز که الله یک و یگانه است. پیدایش آسمان و زمین شامل همه اموراتی که در آسمان است و در زمین است. اختلاف شب و روز، در روشن بودن و تاریک بودن، در گرم و سرد بودن، در زیاد و کم بودن، در تعاقب یکی دیگه که یکیش پیش دیگه از پشت سرش آمده رئیس به یک نظم خاص. انسان متعقل دی فکر میکنه که یا الله قدرتی در پشت سر عزیز که به یک نظم خاص اینمی زندگی را چی میکنه؟ جاری ساخته. دلیل توحید و یکتا پرستی الله است. برای اولوالالباب، اولوالالباب کدام مردم است؟ در دنیا هر کسی که بگوی بی عقل استی خدا میکشه که برش بگوی بی عقل استی. اما قرآن عاقلین کی را گفته؟ کدام مردمه؟ سه صفت برش ذکر میکنه: الذين اولو الالباب، مردمان صاحب عقل کسانی هستند، یذکرون الله قیاما، که یاد میکنه الله متعال قیاما در حالت استاده و قعودا در حالت نشسته و علی جنوبهم در حالت پهلو، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنه با قوت عقل خود فی خلق السماوات در پیدایش آسمان ها و الارض از زمین. در نتیجه میرسه و اعتراف میکنه، میگه ربنا پروردگار ما خلقت هذا باطلا، این نظامی که من مشاهده میکنم یا الله تو ایره باطل بفایده بی حکمت پیدا نکرده ای. سبحانک، پاکی برای توست ای الله از هر قسم عیب و نقصان. فقینا، ما را نگاه کن عذاب النار، از عذاب آتش که مقتضای ایمان است. در این نتیجه میرسه. اولوالالباب الله متعال معرفی میکنه کسانی که همیشه الله را یاد میکنه، ذکر میکنه. ذکر عبادتی است که در قرآن کریم برابر این عبادت هیچ عبادت اینقدر امر نشده مثل که به ذکر امر شده. از همون خاطر برای انجام از این شرایط و قیودات وجود نداره. در حالت استاده، نشسته، به پهلو، بی وضو، با وضو، در هر حالت روان استی، نشسته استی، شب است، روز است، وقتی کراهت قطعا نداره با جز از حالات نجاست نعوذ بالله که در تشناب داخل شوی. صفت پیامبر صلی الله علیه وسلم امی بود که چی؟ کان یذکر الله فی کل احیانه، در تمام اوقات خود الله را یاد میکرد. از همون خاطر یکی از جمله حکمت هایی که بعد از قضای حاجت دعا آمد غفرانک، چرا مغفرت از الله میخوایی؟ امی قدر مدت از ذکر خالی شد، از او خاطر مغفرت از الله طلب میکنی. صاحبان عقل الله را یاد میکنه. ذکر دو قسم است، یکی ذکر زبانی است. الله متعال ما یاد میکنیم سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، این کلش اذکار است. الله را یاد میکنیم. شکی در این استیام عبادت است. خو لیکن هر عبادت برای خود نقشه کار داره که به نقشه کی باشه. امی یا الله گفتنی ما، امی سبحان الله گفتنی ما باید به کدام نقشه باشه که محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داده باشه. مردم اعتراض میکنه او مولوی صاحب ذکر خوب چیز است، این صوفیا خود ذکر میکنه. ما میگم کدام ذکر میکنه؟ ذکری که از پیغمبر نقل است، به نقشه پیغمبر است، یا ذکری که خود کشیدن و خود برش نقشه جور کردن؟ بیا در کدام کتاب اذکار هو اول خود الله 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 در کدام سرحد میرسه؟ بکش در کدام حدیث و ای آمده اونجا گفته که الله قیامت قایم نمیکنه تا وقتی که یک گوینده الله وجود داره. گوینده الله این معنا نداره که در زبان خود الله الله میگه، عقیده به الله داره. او حدیث ایمان مطلب داره. اگر الله گفتن ذکر باشه، اولین ذکر کی میکنه؟ بگوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم.
در اذکار و دعاهایی که از پیغمبر نقل شده در یک جای برام بکش که پیغمبر الله الله گفته باشه بدون یا حی یا قیوم، یا الله، یا ذل جلال و الاکرام. اینطوری گفته شده. این مردم او ذکری که ثقه معتمد بر روایت درست از پیغمبر نقل شده او اذکار نمیکنه، ذکری خود میکنه. کدام ذکر میکنه خبر داره؟ لا موجود الا هو، لا مقصود الا هو. موجود میگه غیر از الله دیگه کس نیست. شما خبر داری عقیده کیست؟ ها؟ ایره وجودیا میگه. وجودیا کی را میگه؟ میگه هر چیزی که در دنیا میبینی الله است. سگ الله است نعوذ بالله، خنزیر الله است نعوذ بالله، به دهنم جور نمیه. یک طایفه است همین عقیده را داره. از او خاطر همین ذکر میکنه میگه لا موجود الا هو. باز چی میگه؟ لا مقصود الا هو. مقصد دیگه چیز نیست. کسی که میگه برای جنت و دوزخ من یه عمل انجام میدم میگه تو مشرک هستی. اگر تو عبادت الله را از خوف جهنم و طمع جنت میکنی میگه تو غلط میکنی. نه، این پاژاپوژی مردم پاژاپوژی است. مردمای بالا او مردمی است که غیر از الله دیگه چیزا قصد نمیکنه. قرآن برای ما میگه کسایی که بندگان الله یدعون ربهم خوفا و طمعا. چطور؟ یا مطابق نقشه قرآن عمل نمیکنه، نقشه حدیث عمل نمیکنه. خب تو یک سند پیش کو که در لاسپیکر استاد شو ناتا را بخوان، مدح پیری خود بکو که کامل و مکمل است، که قیوم زمان است، که اینطور میکنه و اینطور نمیکنه. صفت الله بیان نمیشه، این ناتخوانی میشه و اینجا رقص شروع است. همین عبادت است. با کفار آدم میشرمه، خجالت میکشه. مخلوق که ما پشتش روان است، دفاع از پیشش میکنه. یک روز در ترجمه قرآن نمیشینه که ذکر چی را میگه، حدیث پیامبر پس کنه که پیامبر چی رقم ذکر کرده. در یک مسجد عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه داخل میشه که مردم میبینه که در حلقه نشسته، میگه اینی قدر لا اله الا الله بگو، اینی قدر سبحان الله. گفت مرا بکشی از اهل بدعت. در زمان پیغمبری طور کار نشده که صحابه نشسته باشه تو اینی قدر سبحان الله بگو اینی قدر. پیغمبر گفته اینی اذکار اینی وقت اینی قدر گفته میشه. اینی اذکار مطلق است، هر وقت گفته میشه بلا حصر. بس پیغمبر تعلیم داده، ضرورت به این حلقات نیست. باز که حلقه میشین هر کدام در ذکر خود در فکر خود است. این از کجا کشیدن؟ ذکر این ذکر میگه. خب حقیقت ذکر این نیست. حقیقت ذکر یاد الله است. در هر حالت الله در یادت باشه. در دکان هستی، در موتر هستی، در سفر هستی، در صنف هستی، در دفتر هستی، در سری کوستی، در چوپانی هستی، در خانه هستی، در بستر هستی، الله در یادت باشه. خدا فکر بکن که من در بندگی الله قرار دارم، در چوکات الله. بی عالم خود مراقبت کن که آیا امی حالتم خلاف بندگی الله است یا نیست. نباشه که نعوذ بالله خلاف بندگی الله باشه. خودم درست کده رو ایستی. الله در یاد بودن اینه میره میگه. حرام برات پیش میشه الله در یادت است نمیخوری. خواب نفس تقاضا میکنه خوشی انگور دمی گرمی آبی یخ دمی گرمی میگیری الله در یادت است کرد من نمیکن. اینی را حقیقت ذکر میگه که الله همیشه در یادت باشه. این جمع اینمی ذکر است که در حالت قیام، در حالت قعود، در حالت پهلو الله در یادت است، الله را فراموش نمیکنی. یا این شده میتونه در زبان الله سبحان الله الحمدلله بگو. بعضی علما میگه که مراد از یذکرون الله اینجا نماز الله است، یعنی ذکر خاص است که نماز الله را میخونه. توانمندی قیام کی داشت قیام، کی نداشت نشسته، کی نداشت به پهلو. خو نماز الله را ترک نمیکنه. از ما که ادنا انگشت ما چی شود؟ زخمی شود، باز نمازات ترک است. حیرت است. والا انگشتم چیست؟ وضو نمیتونم. وضو نمیتونم، تیمم میتونم. مردم ما آسان چی؟ بیا که نماز بخوانیم. والا کالایم بی نماز است. کالای بی نماز است، برو خانه کالا را تبدیل کن. ها؟ اگر آلی توی رفیقت شو خب 20 جوره را تغییر میدی. با زنا بگو که توی بچه کاکایت است، بگو جوری یک دفعه که شسته شده باشه او را هم نمیپوشد. دیستی از بازار جوری نو میخره او را در تن میکنه، اما در نماز خواندن میگه کالایم بی نماز است. نماز ترک کرده رو ایستن. اینی بندگان الله متعال است. اولوالالباب کسانی است که همیشه الله در یادش است، ذکر الله را میکنه. یک
دوم و یتفکرون فی خلق السماوات، تفکر میکنه. تفکر چی را میگه؟ رسیدن به حقیقت شی، واقعیت شی تو درک بکنی. پس تفکر در مخلوقات الله متعال چی است؟ که الله را بشناسی، الله را از اینمی مخلوقات الله، قدرت الله را، حکمت الله را، علم الله را، حی و قدیر بودن الله را، مدبر بودن الله را، کلش از همین کائنات تو میبینی که به یک نظم خاص. برگ درخت یک شاخه میگیری، در برگا سعی میکنی این خطوط کی کشیده، این اندازه متناسب در بین اینمی خطوط موجود است، این کی، این رنگ کی داده به این برگ، این جسه و جوهر کی برش داد، این آب چه قسم در اینجا سرایت میکنه. یک برگ درخت میگیری بالکل تو را آشنا میسازه به او صفات الله، که بس غیر از که تو اظهار عاجزی بکنی و تسلیم به نظام الله شوی و بگوی که یا الله این همه در خدمت ما در خدمت الله، که الله را بشناسم. از او خاطر نتیجه تفکر این نمیسته. و تفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنه در پیدایش آسمان ها و زمین. حسن بصری رحمه الله میفرمه که یک ساعت تفکر، یک لحظه تفکر بهتر از قیام یک شب است. که یک شب تو نماز بخوانی از او کده. چرا؟ امو عبادت به خاطر میخوانی که الله از پیشم راضی شود. رضامندی الله وقتی میشه که الله را به مفهوم درستش بشناسی که الله کدام ذات است. چرا؟ شناختی الله سبب انجام مامورات الله میشه و منع از منهیاتم میشه، که الله را شناختی که الله کدام ذات است. آلی هر حکم الله را عملی میکنی و از چیزی که الله منع کرده تو قطعا اجتناب میکنی. اینی نتیجه شست. از او خاطر اینجا میگه ربنا ثمره تفکر، که اینمی مردم ها تفکر در مخلوقات الله کرده ایجاد ایمان است. عقیده را پیدا میکنی در وجود خود، تجدید میکنی، قوت میدی عقیده را. چی میگی؟ ما ربنا پروردگار ما ذاتی که مالک متصرفی ماستی، مسلکی کائنات در تصرفت است، در زیر نظام روان است، من در تصرف تو قرار دارم. هر نوع تغییرات انقلاب در ما توسط تو میآید. اگر من بدکار هستم نیکوکار تو ساخته میتونی. اگر من غلط کار میکنم کارای ثواب کننده توفیقش تو میدی. ربنا تعلیم دعا را در این آیات ها برای ما داده میشه که با چه قسم از الله سوال بکنیم. ببینی بندگان نیک الله که تفکر کرده به صفات الله وسیله میکنه، از الله میخواه. چی میگه؟ نتیجه تفکرش چیست؟ ما خلقت هذا، پیدا نکرده ای اینمی مخلوقه کائنات باطلا، بی فایده، بی حکمت. همونطور پیدا نشده، حتما حکمت داره او کلش در خدمت انسان. بعد از او چی میگه؟ سبحانک، پاکیست برای تو یا الله، هیچ کسی همراه تو شریک نیسته، از عیب و نقصان بالکل منزه و مبراستی، هیچ نوع نسبت عیب به تو نمیشه. نتیجه تفکر در کائنات الله عقیده یکتا پرستی و توحید است، که تو مجبور میشی که اقرار بکنی که غیر از الله کسی دیگری لیاقت عبادت نداره. مالک متصرف الله هست، حاجت روا و مشکل کشا کیست؟ الله هست، مستحق بندگی الله هست. چرا؟ نظام در زیر اراده از او میچله، کسی دیگری قطعی شریک نیست. تغییرات انقلابات در کائنات الله میاره، در وجود من الله میاره. این کلش برای خدمت ما در خدمت الله. خدمت الله با چی میشه؟ ما حق الله علی العباد. معاذ رضی الله عنه که پیغمبر علیه السلام میگه که حق الله بالای بنده ها چیست؟ بگوی ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، که عبادت یک الله را بکنه، امرای الله شریک جور نکنه. همین حق الله بالای بندگان الله است. آدمی که تفکر میکنه به این نتیجه میرسه. فقینا عذاب النار، ما را نگاه که به خاطر همین ایمانی ما از عذاب آتش. چرا؟ مقتضای ایمانی است که تو را از آتش جهنم نجات میده. الله ما را نگاه که از آتش، ما خو عقیده به تو داریم، اگر در عمل کوتاهی داریم خز نگاه عقیده توحید داریم. ایره مردم میگه ایمانی خود وسیله ساختن. در اول صفت الله وسیله، در دوم در آخر بگه ایمانی خود وسیله ساختن. ربنا انک من تدخل النار، اینجا وسیله عاجزی را میکنه. ربنا پروردگار ما انک یقینا تو من کسی را تدخل النار، که داخل میکنی در آتش، فقط اخزیتا، یقینا تو رسوا کدیشه، خلاص کسی نیست که او را عزت بده. ما عاجز هستم، خود نجات داده نمیتونم.
در توان و قدرت تو قرار دارم. و مال الظالمین من انصار، نیست برای ظالما کسایی که حدود الله را مراعات نمیکنه، خصوصا در رأسش کسی که توحید الله را مراعات نمیکنه، شرک میکنه. من انصار، کسی امداد کننده وجود نداره که امداد از او را بکنه، نه مال نه دولت. همه اینمی زرق و برق دنیایی که داره مکمل امدادش کرده نمیتونه بجز از عقیده. ربنا پروردگار اننا سمعنا، عاجزی را اعلان میکنه، وسیله میگیره عاجزی را. ای پروردگار ما خود دیگه چیز نداریم، در بساط خود اینمی قدر چیز داریم که اننا سمعنا منادیا، ما شنیدیم دعوت کننده به سوی حق، کسی که آواز میداد به سوی حق، ینادی که اعلان میکرد لیل ایمان، به سوی ایمان که بیاین طرف دین الله، مثل پیغمبر علیه الصلاة و السلام واره چی قسم اعلان میکرد؟ ان آمنو بربکم، که ایمان بیاری به پروردگارتان. ایمان به پروردگار مانایش عبادت خالص بسازی برای الله تان، ایمان به ذات الله، ایمان به صفات الله، ایمان به ربوبیت الله. فآمنا، ما مکمل تسلیم شدیم، ایمان آوردیم. ربنا پروردگار ما، مالک متصرف ما، فاغفر لنا، بخشش کو بر ما، ذنوبنا، گناههای ما را، و کفر عنا، از ما دور بکو، سیئاتنا، گناههای ما را. ذنوب گناه زیاد و سیئات گناه صغیره، ایرم دور بکو. یا برعکس است، ذنوب گناه صغیره، سیئات گناه کبیره. و توفنا، ما را وفات بکو، یعنی از دنیا ببر، مع الابرار، امرای کسایی که مکمل عمر در نیکی سپری کرده، مردمان بار هستند، نیک مردم هستند، امرای از ما را همراه بساز. دعا میکنه. نتیجه ایسته بنده وقتی در کائنات الله تفکر بکنه به کدام نتیجه میرسه. حالی میگه که الله شب و روزم در خدمت و عبادت تون باشم، بازم حق تو را تکمیل نکرده. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. ما امو قسم که تو لیاقت داری از ثنا و صفت، الله او را تکمیل کرده نمیتونه بجز از اظهار عاجزی. چرا؟ اگر امی عبادت کردی به توفیقی کی کردی؟ اگر الله توفیق برات نده میتونی باز در زیر مرهون احسان الله متعال قرار میگیری، زیر منت و چیسته نعمت الله قرار میگیری، باز چی میکنی؟ عاجزی اعلان میشه. خلاص الله ما را گناهای ما را معاف کو و امرای ابرار ما را مرگ نصیب ما کو. ربنا پروردگار، و آتنا، بده بر ما وعدتنا، آن چیزی را که تو وعده داده ای، علی رسولک، به شناخت و معرفت پیغمبرایت که جنت است. ولا تخزنا، ما را رسوانه سازی، یوم القیامه، در روز قیامت. انک لا تخلف الميعاد، یقینا تو خلاف ورزی از وعده نمی کنی. چیزی که وعده به پیغمبرا توسط پیغمبرا برای ما وعده داده شده، ما یقین داریم که او را حتمی داده نیستی. الله ما را از او محروم نگردون. این نتیجه تفکر در چی بود؟ در مخلوق الله، در کائنات الله. فاستجاب لهم، اینطوری دعا را الله قبول نکنه که اگه انسان به عاجزی ایمان خود وسیله کنه، صفت الله را وسیله کنه و اعتراف بکنه به عاجزی خود که الله شکرگزاری نعمت تو را به هیچ وجه تکمیل کرده نمیتونم، فقط و فقط دعوتگر تو را قبول کردم، ایمان به تو دارم، عقیده توحید دارم، مرا بخشش کن. الله قبول میکنه. فاستجاب لهم ربهم، قبول کرد، پذیرفت الله برایشان، به این طور بنده های خود، ربهم پروردگارشان. چه رقم پذیرفت؟ انی لا اضیع، که مزای نمیسازم، عمل عامل منکم، عمل کننده از شما را، محض به نام تذکیره مسلمان نه، که میگه من مسلمان هستم، نه نماز نه روزه نه کدام نمونه و آثاری ایمان در وجودش در زندگیش دیده نمیشه، او طوری را نه. ریشت فرانسایی چی هست؟ در خانم نیکتو یا ویزانده، در دفترم چی گپ است؟ مسلمان آدم هستی، کالای ساده و بسیطه بپوش، چی گپ است؟ نماز نه، باز خود مسلمان هم میگیره، عجیب است. این نمونه را براتان گفتم، حالات نمیتون روان است. الله متعال میگه من ضایع نمیکنم عمل عامل از شما منکم، که از شما باشه، شما بواری مسلمان که عقیده به یکتاپرستی الله متعال داره و دعوتگری مرا پذیرفته، حالی که او عمل میکنه ضایع نمیکنم. من ذکر، اگر او مذکر مرد باشه و انثی یا زن باشه فرق نمیکنه، در عنصر انسانیت مرد و زن اردو برابر است، در عمل هم اردو برابر است. فقط سبقت یا پیش دستی به تقوا است که کی در این میدان بگوی پیشتاز میشه، بلکه
امکان داره زنا پیشتاز باشه. تو تهجد نمیخوانی و میخوانه، تو تلاوت نمیکنی و میکنه، او با بسیار تلاش در ترجمه قرآن میاد، تو خرا خواب میکنی خور خور کده. فرق است. از پیش دستی میکنه. در نظام الله متعال کسی که در کدام مرتبه میرسه توسط تقوا میرسه، توسط عمل میرسه. بعضکم من بعضی از شما از بعضی دیگر است، یعنی شما جز یک دیگر هستین، کلتان یکسان هستی. تفاوت در بین مذکر بودن مؤنث بودن به این خاطر نیست که یکیتان بلند دیگه پایین باشه. در مرتبه عبادت و دادن ثواب الله برابر است. فالذین هاجروا، کسانی که هجرت کردن، بله منزلت و مرتبه که بالا میره توسط اعمال بالا میره. یکی از او اعمال چیست؟ مجاهده، مهاجرت، مقابله با امرای کفار. معلوم شد که در بین تمام اعمال او عملی که خیلی شایان و خیلی نمایان است جهاد در راه الله است، هجرت کردن در راه الله متعال است. قرآن کریم بر ما میگه فالذین هاجروا، کسانی که هجرت کردن، برای سیل و سیاحت هجرت نکرده، وطن خدا ترک نکرده، برای کمایی منفعت دنیا هجرت نکرده، بلکه به خاطر اعلای کلمت الله، برای از اینکه سنگر اسلام قوی شود، از دو طرف حمله برای دشمن بکنه. و اخرجوا، یا کشیده شدن به زور، من دیارهم، از خانه هایشان. جرم دیگری هم نداشتن به جز از اینکه میگفتن لا اله الا الله. اینمی قدر فقط یا کشیده شدن. و اوذو، اذیت داده شدن، فی سبیلی، در راه ما. قسم اذیت ها را دید به خاطر دین ما، دفاع دین ما، برای حقگویی. امروز کدام طایفه اذیت دیده میشه؟ در کوچه روان هستی، از پشت اشپلاق میکنه، وابی، زنی وابی را اینطور میگه نمیگه؟ تو را میگه خب این نامه میگه. این اذیت ها وجود داره. چرا؟ نعوذ بالله مالش دزدی کردی، تعرض کردی به ناموسش، به خانهش، به اولادش، به مالش، هیچ چیزی نکردی، فقط دعوت میدی به سوی یکتاپرستی الله. به خاطر دین الله دعوت میدی، تو را ماندنی نیست. قرآن کریم همینطور مردم منزلتش بیان میکنه که در اینمی عمل مردمی ممتاز باشه. و قاتلو، جهاد میکنه، و قتلو، کشته میشن، مرگ زندگیشان مکمل به خاطر رضای الله متعال است. الله متعالی طور مردم ها را چی نتیجه بیان میکنه؟ لو کفرن عنهم، خامخا دور میکنم از یا سیئاتهم، تمام گناهایشان. ولا ادخلنهم، خامخا داخل میکنم یارا جنات تجری، باغها که روان میباشه من تحتها، در زیر درختها و قصرهایش، الانهار و جویها. باغ هست. چی رقم باغ؟ حالی اینجا توصیفی شده نمیتونه، باغ جنت هست. ثوابا من عند الله، پاداش است از جانب الله متعال. پاداش که از جانب الله باشه چی رقم می باشه؟ پاداش یک پاچه و پاداش یک آدم عادی فرق داره. یک پاچه چه قسم عوض میده و یک آدم عادی چه قسم عوض میده. الله که تو را عوض میده، خبر داری که عوض چه رقم عوض است؟ الله نصیب ما بکنه. والله عنده حسن الثواب، الله بنزدش بهترین بدل و عوض است. بهترین بدل و عوض که از او که در بالا تصور نمیشه الله برات آماده کرده. خو شرطش است که نمی قسم هجرت در راه الله، جهاد در راه الله، مقابله در راه الله متعال، این کارا را باید ببینی و در این را مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشی. از خانه در خانه نمیمانه تو را که زندگی کنی، حق زندگی برات نمیده. جرمت چیست؟ جرمت فقط دعوت به سوی دین الله، مردم برای یکتاپرستی دعوت میدینی، کاریت است. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. بس اوقات وقت حالات کفار بعضی مردم مشاهده میکنه کشوفش خیلی زیاد داره. یک تعداد مردمی ما که اونجا میره سفر میکنه که پس میاد اینطور افسوسا میخوره که پرسان نکن که والا خب نظم بود، که والا خب قانون داشت، که والا خب همینطور کار و روزگارشان هم مگه پایشان، اما روح زندگی در اونجا وجود نداره. فکرتان باشه تنها وسایل ظاهری این زندگی نیست. زندگی که قلبت خوشبخت باشه، هیچ چیز از مادیات نباشه، اما روحت تازه باشه، ایره مردم زندگی میگن. یک تعداد مردم ما که پس میاد یک عجیب فریفته شده میباشه، آنقدر زیر تاثیر امی زرق و برق مادیات رفته میباشه که پرسان نکو. الله متعال میفرماید نه، تو را فریب نده. مردمایی که حقیقت دین نشناخته و آخرت و در مورد آخرت
تحقیق نکردن که آخرت کدام دار است و چی قدر نیاز بر از او داریم. راستی هم از دنیا و مادیات خیلی زیاد متاثر میشه. امروز چقدر زیر تاثیر فرهنگ غرب رفته، تمامی امو پیشه های از واره یا نقل کرده، تقلید کرده، امو کارا را کرده رویست، فکر میکنه که نمی زندگی است، خلاص است. الله متعال در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبر علیه السلام گایم زیر فریب نمی رفت و گایم متاثر از مال و متاع دنیای کفار نمیشد، لیکن ما را اصلا الله متعال آگاهی و تنبیه میده که ما در زیر اینمی تاثیرات میریم. الله متعال چی میگه؟ لا یغرنک، فریب نده تو را تقلب الذین، گشت و گذاری و کسایی که کفرو کافر هستند، فی البلاد دشارا، برای سیل، برای کسب معاش، که هر طرف راحت طلبی میکنه، گردشا میکنه. متاع قلیل، بهار چند روز است، یعنی این موقع نفع گرفتن خیلی کم است. ثم مأواهم، الله متعال برشان داده بود استعداد، قابلیت، اعذار، اسبابی که برای خود آخرت خود درست بکنه، در دنیا کمایی بکنه، چرا دنیا مزرعه آخرت بود. لیکن کفار داعش و عشرت مثل حیوانات واری خواب و خوره اصل هدف زندگی قرار داد، چند روز راستی براحت تیر کردن، اما خبر داری که انجام عاقبت چه رقم است. ثم مأواهم، بعد از او بازگشتشان، جای باششان جهنم و جهنم است. و بئس المهاد، خیلی بد بستر است جهنم. الله نصیبی ما نکنه، همین کفار نصیبشان است. و خود دنیا را اختیار کردن، اصلی متاع زندگی را، اما خبر نشدن، برای آخرت خود کار نکردن، در بدر شدن. لکن الذین، لیکن کسانی که اتقوا، خود تقوا را اختیار کردن، در عمل مکمل خود ساختن، هیچگاه کاری مخالف شریعت انجام ندادن. اتقوا که ترسیدن، ربهم از پروردگار خود از مخالفت امرش. لهم بیتر مردما، تقاضای مخالفت، ترس از مخالفت امر پروردگار سبب به شد که کل اوامر الله را انجام داده، از نواهی خود نگاه کرده. لهم بیتر مردما جنات باغ است، تجری من تحت الانهار، که روان می باشد از زیر اینمی باغ، اینمی درختها و قصرهایش جویا. خالدین فیها، همیشه می باشد در اینمی جنت، دمی باغا. نزولا من عند الله، از بحیثیت میمانی از جانب الله متعال. میمان کی را میگه؟ دستی خود در محنت در کار نمیزنه، همه چیز برش تیار باشه، فقط برش پیش میشه که بخو، و بسیار احترام و عزت. جنتی ها در اونجا میمان است. میمان الله نصیب ما بکنه. میمان کی؟ میمان الله. و ما عند الله خیر للابرار، آن چیزی که به نزد الله متعال است بهتر است برای کسایی که ابرار هستند. ابرار کسانی را میگن که مکمل زندگی خود در نیکی، در طلب و تلاش نیکی تیر میکنه. الله نصیب ما کنه. و این من اهل الكتاب، یقینا از اهل کتاب، لمن کسی است یؤمن بالله، که عقیده به الله داره. الله متعال که قرآن کریم کتاب انصاف است، خط بطلان سری کلگی کش نمیکنه. یک نفر در اهل کتاب اگر نفر خوب و صفت خوب دش پیدا میشه، امور انگشت نما میکنه. بعضی از اهل کتاب لمن کسی است یؤمنو بالله، که عقیده داره به الله، به توحید و یکتا پرستی الله. و ما انزل الیکم، به او کتابی که نازل شده به سوی شما. و ما انزل الیهم، به او کتابی که به خودشان نازل شده، طرف خودشان نازل شده. خاشعین لله، خاشعین عاجزی کننده هستند، می ترسن، امی ترسشان لله خاص، به خاطر رضای الله است. لا یشترون بآیات الله، نمیخرند در مقابل آیات الله ثمنا قلیلا، قیمت خیلی بیارزش کمه که دنیا است، دنیا را ترجیح نمیده، یعنی آیات های الله را برملا میکنه، واضح میسازه، حقایق و مطالب مکمل به مردم بیان میکنه. اولئک، این مردم ها، لهم اجرهم، برایشان پاداششان است، عند ربهم، به نزد پروردگارشان. ان الله، یقینا الله متعال، سریع الحساب، جلد حساب کننده است. کسی نگوید که این قدر مخلوقات وقتی که در این قدر عمر چه قدر اعمال انجام داده و چه قسم حساب و کتاب میشه. این موضوع در اوایل یک کمی به نظر عقل مردم دور معلوم میشد که این قدر حساب و کتاب چطور زود شوه، این قدر از آدم علیه السلام تا روز قیامت چقدر مخلوق است، هر کدام چقدر سال عمر داره، باز چقدر اعمال انجام داده، این چی رقم محاسبه شوه. کامپیوترها و ذهن انسانی طور وسایل ساخت که حسابای یک ساله را در 5 دقیقه انجام میده. الله متعال چی رقم باشه؟
سوال خود به خود حل شده. یا ایها الذین آمنوا، سوره آل عمران تیر میشه، شبهات اهل کتاب الله دفع کرد، دعوت به سوی توحید الله. انبیاء علیهم السلام هر کدام آواز توحید الله را داده بود. خیر ما چی بکنیم؟ چی توصیه برای بندگان خود الله میکنه؟ یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، دعوای ایمان داره. تقاضای ایمان چیست؟ ایمان از شما چی مطالبه داره؟ اصبروا، شما صبر بکنه. صبر بند کردن نفس میگه، کنترل کردن نفس صبر میگه. اینجا اصبروا، شما نفستان کنترل بکنه، مطابق خواهش نفس عمل نکنه، بلکه خلاف از اون عمل بکنه. یک ماه یعنی تقوی فردی خودم اختیار بکنه. و صابرو، ثابت قدم شوید میدان جهاد در مقابل کفار. بزدل نشوه که همت از دست بده، نه، ما کم استاد شوه. دو، و رابطو، آماده باشه حفاظت کنه سرحدات اسلامی را. واتقوا الله، از الله بترسه. این صبر، مصابره، مرابطه، سه چیزا حاصل شدن نمیتونه بدون تقوای الله. زمانی که از الله ترسیده و امو قوت و انگیزه در قلبتان پیدا شد که شما را وادار به مامورات و من از منهیات میکنه و بعد از شما کامیاب هستی. صبرم میتونه، مصابرم میتونه، مرابطم. سه چیز شد. یکی صبر، کنترل کردن خوده، نفس خوده، مطابق خواهشات انسان عمل نکنه. خواهش میگه روزه را بخور، خواهش میگه خواب کن نماز صبح نخون، خواهش میگه نعوذ بالله سود بخور، خواهش میگه زنا بکن. نه، نفسی تا کنترل کن، خلاص. ایرا میگه اصلاح فردی. بعد از و صابرو، این عقیده و ایمانم تو حفاظت نمیشه، دشمنا از هر طرف تاخت و تاز میکنه. سنگر جهاد و مقاومت تو قوی بساز، بس دفاع بکن برای حفاظت عقیده خود. از همون خاطر است کدام ملتی که جهاد نمیکنه حتما او ذلیل است، عزتمندی از خودش نیست، آزادی از خودش نیست. باید تو مقاومت بکنی در میدان جهاد. دو، سوم، و رابطو، مرابطه بکنه. مرابط کسی را میگه که سرحدات اسلامی را حفاظت میکنه. این دو صورت داره. یک صورت که حالت جنگی است، دشمن حمله کرده، کلگی مرد و زن، خرد و کلان، حال ضرورت بایسته که اونجا لشکر مسلمانات تابع مقاومت حمله دشمن نداره، کلگی طرفی سرحد میره، محافظت میکنه از خطه اسلامی، از نظام اسلام. دوم صورت است که حمله وجود نداره، خب اونجا پوستر جو مندازی، قوه را مندازی که مبادا یک روز دشمن ناگهانی حمله بکنه. این را مرابطه میگه، رباط برش میگه، پیرداری کردن در سرحدات اسلامی. این بسیار اجری بزرگ داره. در یک حدیث میه که پیغمبر علیه السلام میفرمه مرابط کدام اعمالی که انجام داده تا روز قیامت و عملش الله چرخش استاد نمیکنه، دور خورده رایست، مکمل برش میرسه. چرا مرابط قدر فضیلت داره؟ در حدیث میه رباط یوم، در سرحد پیرداری کردن از یک روز خیر من الدنیا و ما فیها، از دنیا و ما فیها کرده بهتر است. علت چیست؟ علت ایست که وقتی تو سنگر حفاظت کردی، سرحد حفاظت کردی، مسلمانان در بین وطن خود با اطمینان کامل و آرامی عبادات الله را صحیح به طریقه درست انجام داده میتونه. خوب تراویح میتونه، امن و امان است، خوب نماز خوانده میتونه، خوب زکات داده میتونه، همه مسائل عملی کرده میتونه. از او خاطر در اعمال دیگه مسلمانان مرابط چی شد؟ شریک شد. چرا که حفاظت از او سبب انجام عبادات الله شد، احکام تعمیل احکام الله متعال شده. از این معلوم میشه که حفاظت از سرحدات بسیار امر ضروری است در دین. هر کس باید در صدد این موضوع باشه که حفاظت شود سرحدات اسلامی، از دین اسلام باید حفاظت شود. امروز تاخت و تاز فرنگای بیگانه در وطن ما یک تا نیست، دو تا نیست، اینطور یک دروازه باقی نمونده که 3 و 4 داخل نشده باشه. چطور ما هویت و شخصیت اسلامی خود حفاظت میکنیم؟ میتونیم حفاظت کنیم توسط چی میتونیم؟ شما جواب بگید. توسط قرآن و حدیث میتونیم، توسط تعلیم قرآن و حدیث میتونیم که مردم آشنایی با دین خود پیدا کنه، هر نوع فرهنگ وارداتی غیر اسلامی را مقابله بکنه، بشناسه که نمی امر عارضی وارداتی است. اگر نشناسه از کجا مقابله بکنه؟ کدام مردم نصرانی میشه، کدام یهودی میشه؟ شما بگوید.
مردمی که قرآن و حدیث حقیقت و ماهیت دین خدا نمیشناسه، از او خاطر ضرورت است. توسط چی حفاظت میشه؟ ما گفتیم که ما ضرورت به انفاق فی سبیل الله داریم، به احیای مراکز اسلامی داریم، به بیدار ساختن اذهان طبقه نسل جوان خود داریم که یا حقیقت دین خدا آشنا شود. شاگرد محصل پانتون و مکتب ما بعد در پهلوی ریاضی و ساینس و اجتماعیات خود عقیده خود از قرآن و حدیث هم باید خوب بدانه که ما بفهمه که ما دشمن از ما چه قسم ما را استفاده میکنه. نروند زیر اسارت ازوا. ابا امروز برای حفاظت دین هیچ نوع کار نمیشه. تاجر ما امو طرف خواست، حکومت ما او طرف خواست، عالم ما او طرف خواست، صاحب قدرت ما او طرف خواست، خود مردم ما او طرف خواست. خلاص سریال ها را ببینه خیر و خلاص. البته میگه کل دنیا را کمایی کرد، خیر و خلاص. رابطه امی قدر ثواب داره و امی قدر اجر داره. واتقوا الله، پشتیبانی تمامی چیزا کی یا به دست می حاصل میشه. واتقوا الله، از الله بترسی، از حدود الله بیرون نشوید، حدود الله بندگی الله را بکنی، الله را خوب بشناسی، تقوا را اختیار کنی. این سبب صبر مصابره او را مرابطه میشه. لعلکم تفلحون، الله تقوا را مطالبه از شما داره، برای خود نه، بلکه به خاطر که شما رستگار و کامیاب شوی، در منزل و مقصد برسی. معلوم شد که بدون تقوا اختیار کردن هیچ نوع مقصد در دست آدم نمیاد. او تقوا راهنماییش توسط قرآن میشه. تا که قرآن کس نخواند تقوا برش حاصل شدن نمیتونه. معلوم شد که قرآن خواندن، تعلیم قرآن امر ضروری برای هر فرد مسلمان است، اگر مرد است اگر زن است، تنها به مردان است. خدایا دین تو